شرف؟ پسرم با کجا می روی؟ هر روز بسرش یک بلا می آید. مان خودشان و دردشان دوا یابند. تو غیر از ما دیگر درباره کسی فکر هم نکن پسرم. خودت من و افسون. بلا با پس دیگران پسرم. شد تمام. اینش باز کیست؟ الو؟ من عجله تو. ابله رقمی مرا از کجا یافتی؟ ما را دروغگوی برآوردی ها؟ اکنون ببیند کی دروغ میگوید. حاضر با تلفن میفرستم. الو؟ خاموش کرد. فریده خودش نتوانیست اکنون کمال قاتل رو به سرمون بلا کرده فرستاد. مرا ترساندن میخواهد. به تلفن چیزی میفرستاده است. با فکرم پیام مکن. من نمیفهمم. کتبی دخترم. چی بوده است؟ بیهوده نگریز. با کجایی که گریزی تو رو دستگیر میکنم. راهی گریز نداری. پیرهان نشو. من را عصبی نکن. امینه تو در کجایی؟ بیهوده نگریز. با کجایی که گریزی تو رو دستگیر میکنم. راهی گریز نداری. از دیگر تماشا نکن. خواطر نشو. اونها رو میابین. گو زود با کمیسر عزیز زنگ زن او هم بیاید. این کار را او بهتر حل میکند. خیر میدانم باید پسرت را دستگیر کند، اما دخترت هم نجات مییابد. از قاتل شدن در حبس خانه بودنش بهتر نیست؟ کو زودتر زنگ زن. من میدانستم، از اول میدانستم که سراغش و همان ایپی سراغش هم دروغ محض است. لبی آقای عزیز، این منم فریده. گوش بکنم خانم فریده. بدبختی آقای عزیز، بدبختی است. یاسین امینه را میکشد. میدانیم خانم فریده، شخص نوارها را در اینترنت پهن کرده است. ما هم از پایش هستیم. من میدانم. شرف گفت آنها در لب ساحلن، به اونجا میرویم. میلش، ما هم زود میآییم. اکمل آماده شو، میرویم. یک صدایی از درونم دیر کردی میگوید آقای کمال، خیلی دیر کردی میگوید. اما چی کار کنیم؟ کوشش کنیم هم بعضی کارها رو پیشگیری کردن نمیتوانیم. ساعتی راه شدن نمیتوانیم. اوهو، آقای سیاوش خوش آمدید. نور و صفا آوردید جناب. خانم را همراهتان نآوردید. اکی قهرمان، به خدا قسم گفت که زود رفته می آییم. همین طور گفت. تو هم ابله
مثل کودکی که با یک قند فریبش میکنند فریب خوردی همین خیل. ابله آخر من در اولی کار به شما چی گفته بودم؟ قانونها را چطور شرح دادم؟ از این گوش در آمد و از دیگرش برآمد. ای پسر سردارت کیست؟ سردارت کیست ابله؟ سردارت کیست ابله؟ کنی گپ زن. شمای دکا. کی گفتی؟ نشنیدم. به فکرم این گوشم کمی وزنین شده است. کنی از نو گوی. خیز از جویت. گپ زن سردارت کیست؟ شمای دکا. آها فهمید است دیدی؟ سردارت کی بوده است؟ شمای دکا. اکنون باز تکرارت میکنم پسرم، عزیزم، فرزندم، سردارت کی؟ قسم میخورم تنها شمای سردار اکا. آفرین. مادام میدانی چرا عقلت را کار نفرمودی؟ هیچ گم نه. اکنون سبقت را گرفتی؟ انا بین سبقش را نقض از خود کرد. کنی برید او را از پیش چشمم دور کنید. از این پس آدم می شود. چی گفتی گنگ؟ بنا را احاطه کنید. یاسین، ما در درون بودنتان را میدانیم. یاسین التماس کاری را که عاقبتش پشیمانی است نکن. 5 ثانیه وقت داری. اگر نبروی ما حتما به درون میدرویم. یک کس بالا را بینم. در اینجا کسی نیست سردارم. بالا خالی است. بیرون تازه است سردار. این کودک چی کار میکنه؟ در این کوهستان به کجا میره؟ مگر نوار را ندیدی؟ دختر میگریخت. آنها پیاده دور رفتن نمیتوانند. تقسیم شوید میکابید. لبای فهما او باز چی گفت؟ فهما زود رقم ماشین را فرستید. با ماشین دیگر رفتن. بیایید میرویم. این ماشین را چیکار میکنیم؟ رقمش را گرفته کابید. شاید نوار بردار را با همین راه میرویم. رفتیم. کنی یک طرفی است. در رو محکم کن. اکا من رانم. لازم نیست. گویا از عهده دیگر کارها برآمدید. شرمنده ها. یک زن را نظارت کردن نتوانستید. حیف شما. پلیس کی ها به جستجویش برآمده است. نوارهای یاسین در اینترنت دور میزند. همه خواهند فهمید احوال کسی که با من بازی میکند چی خیل میشود. اولان زن را جزا میدهم، بعد جانش را میگیرم.
بیهوده نگریز. و کجایی که گریزی تو رو دستگیر میکنم. راهی گریز نداری. پنهان نشو، مرا عصبی نکن. امینه تو در کجایی؟ بیهوده نگریز. و کجایی که گریزی تو رو دستگیر میکنم. راهی گریز نداری. همین قدرش بس است. باز قواش تمام نشود. حالا کارمون زیاد است. مرا به کجا میبری؟ به قبرستان. خودت گفتی تو به چهره ای بابایم نگاه کردن نمیتوانم. حاضر میبرمت. آخرین بار عذر میپرسی پیش از مردنت. امینه ایستا. زده. چی کار میکنه؟ آقای کمال ماشین رو نگاه دارید. دیوانگی نکن. در را پوش. امینه. آقای کمال ماشین رو نگاه دارید. آخر یک طرف گیرید. این یاسین است. یاسین. در را محکم کن. از پسمون ماشین میآید. امینه از پسمون ماشین میآید. فریده فریده خوب هستی؟ فریده پایم در میکند آخیر. آقای کمال. یاسین در آن ماشین بود آخر. خدایا پایهایم رو ایست نمی کنم. یاسین در آن ماشین بود. امینه در برش بود. او را دیدید. دخترم در آنجا بود. شد فریده خواطر نشود.
حاضر میبینیم مرا در اینجا انتظار شو میلش. آقای کمال مرا از اینجا برارید. پایهایم درد میکنم. یاسین امینه از جایم چون بیزنه نمیتوانم. کودکانم در آنجایند. مرا برارید آقای کمال. آقای کمال مرا زودتر برارید. کودکانم در آنجایند. بیا فریده. خدایا آهسته. کودکانم یاسین. این چیست؟ یاسین امینه ماشین میسوزد. کودکانم امینه خدایا ماشین میسوزد. کودکانم در درونش. نه کودکانم امینه یاسین امینه یاسین کودکانم در اونجایم. نه
هیچ خدایی بجز الله نیست. او صاحبی لطف و مرحمتی بی آخر است. نیست خدایی بجز الله و او بهترین رفع کنندگان است. ما از خدایم و بازگشتمان به سوی اوست. رحمت خدا همه را فرا گرفته است. مرا ببخشید کمیسر، مجبور به شما زنگ زدم. از دیروز باز از پیش ماشین دور نمی رود. کودکانم گفته فریاد می کند. شما گپ زنید، شاید گپ شما را می گیرد. البته سخنانم نیو، شاید انا اینها به دردشان دوا بخشد. فریده، کمیسر عزیز به تو خبری آورده است. نتیجهش برآمد. کمی پیشتر حجت ها را فرستادند. آنها در ماشین نبوده. خدایا صد شکری نامد. اما آقای عزیز، من یاسین را دیدم. نتیجهش درست است آخر؟ البته درست است خانم فریده. هیچ نشانه ای از آنها نیست. پیش از ترکش برآمده. خدا را شکر. پس آنها در کجایند؟ آنها کجا شدند؟ اکا با کجا میرویم؟ از این پس در اینجا میمانی. دیگر در اینجا زندگی میکنیم. یک مدت همین طور میشود. تو چی؟ تو مرا پرتافته میروی؟ نه، در پایم بسته میگردانم. بینید میگویم چه خیلی خواهری به ناموس دارم. باید تو رو زیر خاک میکردم، اما شکر گوی که تو رو به اینجا آوردم. اکا، من تنها در اینجا چیکار میکنم؟ تنها نمیشوی. یگان آیله رو به اینجا میارم. تو رو همراهشان میمونم. از کجا آمدن و کی بودنت رو نمیفهمم. یگان راهی حل همین است. التماس مرا فرارید التماس. بین سرم میکفد. قهرمان خانم پینار، قهرمان نو به خاطرت آمده؟ کنی گپ زن، باز چی نقشه داری؟ دنیا را ضبط میکنی یا این که زیر آب میروی؟ کنی گپ زن. التجا میکنم، مرا فرار، با من رحم کن قهرمان. زوره و ناله کردی و به سوالهایم جواب ندادی. آخر چی گویم؟ التماس مرا رحم کن. من نمیگم از این پس از گپت نمیبرایم. به اجازتت از در یک قدم هم نمیمونم. التجا میکنم، خاکی پایت شوم قهرمان. التماس. فرار. حالا ایست قهرمان. اگر تو رو عیناً همین تر نآویزم نامم پینار نباشد. با فکرم ویران از کار نمیکند. با بازار رفتم، موادی خوراکه میارم.
инчунин гармку накан. ака илтимос биё ба хона баргардем. ман дасти падару модарамро мебусам. узр мехоҳам. шояд маро бахшанд. ваъда медиҳам дигар ҳатто сарамро аз тиреза берун намебарорам. биё ба хона равем илтимос. худатро пинҳон мекунӣ, аммо дар шикамат будару чӣ? баъд аз чанд моҳ ҳамсояҳо намефаҳманд? ҳама мефаҳманд ки инҷо чӣ гап аст. мо ин масъаларо ҳал кардем. ҳамроҳи саид назди духтур рафтем. боз дурӯғ мегӯӣ амина. ҳоло ҳам маро фиреб кардан мехоҳӣ. духтур ба полис ҳамаашро гуфтааст. кӯдакашро нарасидам гуфтааст. чӣ хел? ин ғайриимкон аст. ҳеҷ чизи ғайриимкон набудааст хонум амина. мо ҳам аз шумо омӯхтем. ту ҳаминро мебинӣ. چیتا نه ببخشید خانم همشیره، احوال بیمار چگونه است؟ چرا میپرسید؟ شما با یکی میشوید؟ او رفیقمان است، خواطر شدیم. خیلی که میبینید حالا هم بیهوش است. صحت میشود؟ نمیدونم جناب، بهترش با دکتر گپ زنید. اینجا خطرناک است، بیا رفتیم. فریده ایفیگیل حالا در خانه اش نیست. ما او را همه در اینجا انتظاریم. حالا ماشین به نزدیک ما نزدیک می شود. اینها کیستند؟ در اینجا چیکار میکنند؟ اینها از نوارهای در اینترنت پخش شده خبردار شدند. میخواهند واقعیت کار را فهمند. اکنون من به خانه چخیل درایم. خانم فریده شنیدیم که نتیجه تشخیص برآمده است. در ماشین فرزندانتان بودند. از آنها یگان خبری هست؟ بچه ها لطفاً اجازه دهید، یگان خبر پیدا کردیم، حتما به شما میرسانیم. آیا به فکر شما پسرتان خواهرش را کشته است؟ شما چه ها میگویید؟ این بازی است مگر؟ کنی یک طرفی؟ ما بازی نمیکنیم، ما تنها خبر میدهیم. مادامی که از جواب میگریزید معلوم میشود که در این کار شما هم دست دارید. شما چه ها میگویید؟ آنها فرزندان من. مگر انسان با فرزندانش بازی میکند؟ من برای آنها جانم را میدهم. یاسین، چه بلا را به سرم آوردی؟ بیا اکنون خواهرت را بیار. شد، خواهش میکنم بس کنید. ما را پیش کردن نمیتوانید. ما وظیفه‌مون را اجرا میکنیم. اگر من وظیفه‌ام را اجرا کنم تو 3 روز در شعبه خواب میروی، فهمیدی؟ تو یک طرفی. امروزها در تمام جمهوری نواری همه را به تشویش آورده است. یاسین و امینا افیگیل، اکا و خواهر، رکورد تماشابینان را در اینترنت به دست آورده است. در اول گویا اکا خواهرش را میکشته باشد. صحنه آماده کردند و بعدا با ماشینی که مادرش سوار می آمد به صدمه دچار شدند. حالا باشد آنها در جستجویند. حالا خبرنگاری ما در نزد خانه فریده افیگیل قرار دارد. سمندر، آیا یگان معلومات به دست آوردید؟ متاسفانه ما هم این بازی را پورا نفهمیدیم. این مسئله بحثی آدمان شده است. چون این مینماید که این نفری نمیخواهد اکای خواهر پیدا شود. کمی پیشتر با فریده افیگیل صحبت داشتیم. آیا به فکر شما پسرتان خواهرش را کشته است؟ آه یاسین، چه بلا را به سرم آوردی؟ بیا اکنون به خانه بیا، خواهرت را برگردان. آیا به فکر شما پسرتان خواهرش را کشته است؟ شما چه ها میگویید؟ این بازی است مگر؟ کنی یک طرف استید؟ ما بازی نمیکنیم، ما تنها تحلیل میکنیم.
مادامی که از جواب میگریزید معلوم میشود که در این کار شما هم دست دارید. شما چی ها میگویید؟ آن با فرزندانی من، مگر انسان با فرزندانش بازی میکند؟ من برای آنها جانم را هم میدهم. با کجا شرف؟ میروم. در تمام جمهوری شرمنده شده ایم. این احوال را بین. تو را به چی می شود از برای خدا؟ باید فرزندانم را یابم. در اینجا کرخت خوابم. مانت خانم نباید. او به نزد فرزندانش نه، به نزد فریده رفتن میخواهد. به نزد فریده میرم. من بیهوده برگشتم، بیهوده اشکی چشم ریختم. همین که به پا خستی در حال دویده به نزد فریده میروی. خدایا توبه، پسرم چنان گپ میزنی که گویا فرزندانت رو افسون گم کرده باشد. شما دخالت نکنید. آن زنی گفته‌اند مادر فرزندانم است. ما هیچگاه جدا نشده ایم. انسانها را انگشتری نه فرزندان پیوند میکنند. من این را فهمیدم، اما خیلی دیر. یاسین و امینه ما را یک جا کرده، تقدیر و زندگیمان را پیوست کردن. ما یا برآمده رو یا طاقت کن. پسرم، دکتر با تو چی گفت؟ اگر فرزندانت نباشند چی؟ آن بند کشاده می شود. همین طور این را خودت سزاوار شدی. پلید اکا چی کار میکنی؟ ویران کردی، اویله ما را خراب کردی. مگر میدانی که در ماشین دیگر کی بوده است؟ میدانی؟ نه. مادرمان بوده است. مادرمان. با مادرم چی شده است؟ شکرگویی که چیزی نشده است. شکرگویی که صحت است. اگر به او یگان ضرر میرسید، اگر یگان ضرر میرسید جانت را میگرفتم. آن شب ما را کسی تعقیب کرده است، همه‌اش را به نوار گرفته است. گوزن، تو کی را خبردار کردی؟ آخی قسم میخورم من چیزی را نمیدونم. خودی حاضر رفته یگان اویله را مییابم. خودی حاضر میروم. کودکدار بودنت را فهمند در حال راضی میشود. کودک را میفروشی؟ دردی من پول نیست ابله. دردی من تماما دیگر چیز است. بگذار تو و کودکت را گیرند و ما را نجات دهند. ما را از این شرمندگی نجات دهند. هر روز اومدن و رفتن به دلم زد. نمیشود که یک ماهش رو یک بار امضا کنم؟ خانم، نامناسبتان رو نوشته امضا کنید. پینور چی گپ است؟ با ماشین سوار شو، با تو گپ دارم. خواطر نشو، از این پس ضرر نمیبینی. خیر کنی یک بار دیگر سنجیم.
با فکرم تنها چهره‌هایمان یک جای نشده بوده است. تقدیرمان نیز به هم برخورده است. اون موضوع مهم چی بود است که تو رو تو در پلیس گرفته آورد؟ امینا و یاسین مهم نیستن مگر؟ با این یگون علاقه ندارم. نه خود، اما هر دویمان میدونیم اما نشان نمیدهیم. اون مکتوب ها رو هم تو فرستادی، نوارها رو هم تو پهن کردی. تو رو شرف به اینجا فرستاد. فکر میکنید که از من گپ گرفته میتوانید؟ اگر روی تکلیف بهترین رو از دست میدهید، یاسین و امینه رو از سری رو هم دور کن. هرچی خواهی میدهم. او پدرش نیست مگر؟ رفتیم شاید او چیزی بدونه. آقای شرف پسرتون در کجاست؟ مادرش رو با کار زده بود. آیا خواهرش رو هم کشته است؟ آقای شرف از اونها یگام خبر دارید؟ از پیش رو هم یک طرف استید. روید از اینجا. آقای شرف لطفا یگون چیز گویید. شرف در رو محکم کن. اینها همیشه در پشتی درند. به هیچ کجا نمی روند. شرمنده شدیم. تو هم از آنها فرق نداری. آنها از پسی مبادند. تو باشی با درد خودت. اگر چنین باشد در این جایها پیدا نشم شرف. التماس آبروی مرا نریزان. افسون رو فکر میکنم. کجا رفتیم؟ آخر 1 ساعت باز انتظاره. می آیند. به فکرم یگان گفتنی دارند. به شما گفتنی های دارم. به نوار گیرید. آقای شرف گپ زنید، به نوار میگیریم. همه شما از پسی واقعه هستید. چی شد؟ چی طور شد؟ میفهمانم. در این کار یگانه گناهکار منم. خانم فریده بهترین مادری روی زمین است. او برای تربیت فرزندانش هرچی از دستش می آمد کرد. ناداری، بیماری، هر مشکلی بود او تنها پسی سر میکرد. اما من گریختم. فکر کردم بیرون از عائله‌ام حیات بهتره مرا انتظار است. گریختم و آنها را تک و تنها گذاشتم. با گذشت وقت فراموش میکنم. گفتم خواستم صحیفه نو بکشایم. وقتی حیات نو ساختنم حیات آنها را محو کردم. اگر یک امکانی دیگر به دست آرم اصلا آنها را ترک نمیکنم. یاسین مرا ببخش. تو راست میگفتی پسرم. شما را من با چنین احوال گرفتار کردم. اجازت بدهی باز اصلاح میکنم. خواهرت را گرفته به خانه بیا. از نو عائله امان را سرجم میکنیم. وعده میدیم همه‌اش را فراموش میکنیم. انا همین قدر. اکنون خواهش میکنم ما را دیگر تشویش ندهید.
چیکار کرده؟ اکا در کام است. احوالش وزنین. خوب است. این سگ بچه هیچ مردن نمیخواهد. خواطر نشوید اکا. به نزدیکی میمورد. افتو بشرش سب سفید بود. قریب مانده است. شما او را زیر نظارت گیرید. با خبر باشید. خوب شد است اکا. چی شد؟ نکشد؟ کنی یک طرفی است. انا کشد کو؟ ای بچه انگشتانت هم بکار نمی آیند. من پینار رو جمع کردم اما زنی با عقل است. عقلش تجارت رو میگیرد. بوی کار رو مثل سگی بوگیر از 10 متر میفهمد. این رو بینیده در همه جا یاسین و امینه. انا بین آن زن 2 نوار ثبت کرد و در تمام دنیا مشهور شد. وای همه درباره این نوارها گپ میزنند. تو چی میگویی گونگ؟ کدامش رو کشایم؟ به فکرت یاسین خواهرش رو میکشد یا میبخشد؟ ابلهی گونگ هیچ چیز رو نمیدانی. آدم میکشتگی در حال میکشت. خیر کنی یک تاش رو تماشا کنیم. خوش آمدید خانم پینار. چی شد؟ امضا کرده آمدی؟ چی از ما قهر کردی؟ از برای خدا قهرمان، تو مرا خوب نمیشناخته ای. من کینه نمیگیرم. قهر من مثل آتش کاه هست. زود علنگه گرفته در حال خاموش میشود. انا همین خلمان. استغفرالله. ای خدا اینش باز کیست؟ الو اکا این منم یاسین. یاسین؟ اکا من او را کشته نتوانستم. اکا به کمک شما احتیاج دارم. باید این کودک را فروشم. یگان خریدار یافته میتوانید؟ 1 ماه امینه را هم نگاه بین کنند تا تولد شدن کودک. ای بچه کنی گم شو. من به این کارها دست نمیزنم. خواهرت را گرفته به خانه اتان برگرد. اکا بخیر است؟ چی میخواست است؟ دیوانه است. چی است؟ به این هم سید بیهوش است. حتما تلفنی مرا گوش میکنند. مرا به دست افتاده نیست. خیر چی درد داشته است؟ کودک را فروختن میخواهد. یگان اویله یاب میگوید. کاش به دست خواهرش سلاح را میدادم این سگ را پرانده میکشت. آن وقت کار به آخر میرسید. اگر حالا می بودن جنجال می داشتیم. یاسین دف شو رو می گفت. داد و فریاد زده مرا می برآورد. یک چیز را اعتراف کنم. با او جنجال می کردم. می زدمش. اما گفته هایش درست بود. دلم میگفت پسرم بسیارتر با من داد بزن. مرا پیش کن. این آقای شرف را من جزا دادن نتوانستم. تو جزایش را بده میگفتم. در آخر همین طور شد. هر دویمان جزای سزاوار گرفتیم. کمیسر عزیز است. شاید یافته است. لبای آقای شرف کمی پیشتر یاسین زنگ زد. جایش را معاین کردیم. یافتند. خدا را شکر. خوبند؟ به فکرم یاسین خوب است اما امینه را نمیدانم. چی گفتن میخواهید؟ یاسین گفت که کودک را فروختن میخواهد. کودک را فروختن میخواهد؟
اگر روی تکلیف بهترین رو از دست میدهی. یاسین و امینه رو از سری رو هم دور کن. هرچی خواهی میدهم. او جدی میگفته باشد. از این کار البته پولی نقض میگیرم. اما اگر دام باشد چی؟ اما من گریختم. فکر کردم بیرون از اویلام حیاتی بهتر مرا انتظار است. گریختم و آنها را تک و تنها گذاشتم. با گذشت وقت فراموش میکنم گفتم. خواستم صحیفه نوی کشایم. وقتی حیاتی نو ساختنم حیاتی آنها را محو کردم. اگر یک امکان دیگر به دست برم اصلا آنها را ترک نمی کنم. اکنون همش فهمم. افسون هر کاری کند می ارزد. خبرهای نو رو شنیدی؟ چه خبر در اینترنت پخش شده بود که تماشا نکردی؟ نه تماشا نکردم. من نفهمیدم. حتی با من زنگ هم نزدی. دیگر شبکه رو مونید یک اویله کودکانش رو گم کرده است. اونها رو یافته باشند اون مرد باز تو زن داشته است. کمی صدایش رو بلند کنید. یاسین مرا ببخش. تو راست میگفتی پسرم. شما را من با چنین احوال گرفتار کردم. اجازت بدهی باز اصلاح میکنم. خواهرت رو گرفته به خانه بیا. از نو اویله‌مون رو سرجم میکنیم. وعده میدیم همش رو فراموش میکنیم. همه مردها همین خیلند. امروز یک چیز میگوین پگاه دیگر. این تر نگوی آخی. جایی فرزند دیگر است. انسان به خاطری فرزند با دشمنش هم دوستی میکند. شاید زنی دویمش آنها را جدا کرده باشد. این را بین چه خیلی جفتی مناسبنده. این خیلی جفت باشد و فرزند. چه شد؟ فکر کردی؟ خواهشم رو به جا می‌آوری؟ در اول باور نکردم. اما کمی پیشتر در تلویزیون شوهرت رو دیدم و فهمیدم که چرا این کارو کردی. گپ رو کم کنو. زودتر جواب ده. قبول میکنی یا نه؟ البته خانم افسون. آخر هر دویمون زنهای شرفیم کن. من چه خیلی انسانی پست بودنی او را از همه بهتر میدونم. شد. من از تو محض همین رو میخواهم. بگذار شرف محو شود و به زیر پایم افتد. خواطر نشو. بزودی کار حل میشود. بعد 1 ساعت در همونجا و میخوریم. نقشه اولیه دارم. مایلش میروم. میکوشت بهتر بود. شرف از برای خدا این خیلی گفارو نگوید. چی گویم؟ انسان با خواهرش چون این کار را میکند. خواهرش را میفروشد. آبرویمان را فکر نکرد. چطور چون این کار را میکند؟ حاضر عقلش در جایش نیست. چی کار کردنش را نمیداند. میداند. نقشش را فهمیدم. فروخته پول را میگیرد و میگریزد. او اینقدر بیرحم بوده است. خدایا کاش از آنها با اونجا پیشتر رسید.
خاک میخوری امینه؟ شاید صاحبی خانه باشد. تو به آشخانه گذر. رو. مرحمت اکا. گرم کنک ویران بود. نوشته آوردم. شبها خنک می شود. زحمت کشیدید اکا. خودم هم خریدن میخواستم اما وقت نشد. هیچ گپ نی. این را استفاده کنید. یکم چیز دیگر لازم نیست؟ نه اکا جان تشکر. یاری دهید. التماس مرا نجات دهید. این بیمار است اکا. شما اهمیت ندهید. نه من بیمار نیستم. دروغ میگوید. التماس مرا نجات دهید. خودم حل میکنم اکا. خاطر نشد. کنی در را کشو. آن دختر چی گفت؟ التماس مرا تنها نگذارید. نجات دهید. دمت را گیر. در را کشو. پلیس را جک میزنم. دهانت را نکشو. اکا این دختر بیماری روحی دارد. شما از کجایید؟ او بیمار است گفتم نمیفهمید. او دروغ میگوید. با او باور نکنید. التماس مرا نجات دهید. زود به خانه درآ. کنی زود از خانه من روید. خانم را خالی کنید وگرنه پلیس را جق میزنم. زود باشید. راگر زود باش. التماس مرا نجات دهید. آخر شما هم دختر دارید. دختری من به این حال گرفتار نمیشود. دفع شوید. کی میرسیم اکمل؟ قریب رسیدیم سردارم. 2 کوچه دیگر ماند. چی شد؟ دیدی حتی او هم به تو رحم نکرد. فکر کردی به کمکت میدود؟ ها؟ خودت رو بیگناه میدونی؟ چرا او کمک نکرد؟ چون که تو گناهگاری. گناهگار. فهمیدی؟ از این پس از گفی من نمیبروی. هرچی من گویم همان میشود. فهمیدی؟ Stop. علی تو از آن طرف رو. آقای شرف شما کمی دورتر است. مرا استفاده کردی. اکنون اویله برپا میکنم. من آن اویله رو ویران میکنم. چرا دیر کردی؟ چه نقشه کشیدی؟ آرام شو. همش رو میگویم. من وقت ندارم. آرام نمیشوم. میلش این طور باشد آماده شو. یاسین به قهرمان زنگ زده است. میخواهد امینه رو با کودکش به یگان اویله دهد. اما قهرمان به این کار دخالت کردن نمیخواهد. دردی سر با او چی لازم؟ اما احوال تو دیگر است.
فریده شوهرت رو از دستت گرفت. میبینم که تو حاضر به همه کار راضی. بله راست میگویی. هرچی میخوایی بگو. هرچی ضرور باشد میکنم. با من یک آدمی باوریناک با 50,000 لیره ده. این مشکل نیست. تو نقشت رو با من گوی. نقشه چونین است. گویا من با اون مرد زن و شوهر هستیم و رفته امینه رو میگیریم. چه طور؟ تو رو نمیشناسم. اون طرفش کاری من. با دیگر کس باور نمیکنم. اگر ما بودو کارمون اشکار شود هر دویمون محو میشویم. لیکن یگان ناخوشی نمیشود. تو خواطر نشو. بعد با امینه چی کار میکنی؟ او رو نمیکشی آخر؟ من این رو نمیخوام. تنها از نظرم دور باشن کفایه. میلش حاضر همش رو با تو میفهمونم. دختر رو در یک جای خوب با کار میمونم. خودت با فکرم فهمیدی. 7 ماه حامله دار بودنش رو هم میگویم. در اونجا مسئلهش رو میبینم. بعد از اون نه یاسین و نه امینه برگشته نمیتوانم. خیر میلش. حالا پولی نقد همین قدر دارن. تو زود از پی کار شو. صد بار اگر دویه با طفلی تو دهد شیر غافل مشوید دوست که مادر شدنی نیست. فرزندی بیگانه رو همین قدر دوست می‌دارند. برادر چرا اونها را پنهان کنم؟ از خونه بیرونشون کردم. پسر خواهرم است میگوید دختر باشد مرا میفروشد گفت. چرا با پلیس خبر ندادی؟ چرا آنها را دستگیر نکردی؟ دختر حالا 16 ساله است. مگر این را نفهمیدی؟ اما کودکدار شدن را آموخته است. معلوم است که کلون شده است. داماد را گیر ابله و دختری من است. شرف آرام شو. آقای شرف دخترت را صاحبی میکردی. دختری من در بالای زانویم میشیند. این خیل نگوید برادر. هیچ کس نمیخواست که چنین شود. آقای مأمور التماس این اویله را از نزد من بری. نمیخواهم با آنها روبرو باشم. آمده 2 ساعت ایستادند و رفتند داخل. شد تو آدم برین معلومات ده. کی برآمدند؟ به فکرم تقریبا 20 دقیقه شد. اکمل قهوه خانه طرب خانه همه جا را ببینید. باید از همین دهه نبرآمده آنها را یابیم. برادر شما از همین دهه؟ نه یکه برای تماشا آمده ایم. در زمستون؟ خیر همی شد. هر دو رفیقه؟ او خواهرم است. خواهرم. همین خیلی پرسیدم. برادر ما رو در این نقطه فروشی سوزشواری فرو. دوامش رو خودمون میریم. شما رو خودم میبردم آخه. نه تشکر. از آنجا یگان اتوبوس میابیم. شما رو تشویش ندهیم. مایلش کاری خدا. تشکر. بیا از اینجا یگان چیز خرید. تا آمدنی اتوبوس. پول 1 هفته نمون در دستی صاحبی خانمون. من دستانم رو شویم. ایست یک جای میرویم. خدایا چی کم گریزم. بله جونکم در نقطه فروش سوزشواریم. بالونم کپید. اومده ما رو برد.
من خودم چه خیل میروم بیا آخیر. ببخشید خانم، من باید تاجیلا به پدرم زنگ زنم. تلفنتون رو نمیدهید؟ مایلش گیر زنگ زن. تشکر زیاد. امینه در درون چیکار میکنی؟ ای خدا چرا آنها را نمیابند؟ آخر یک دهه خوردگک است. لبای پدر. امینه، این امینه است. ایستا. دخترم در کجایی؟ ها؟ آماده تو رو میگیریم. امینه. پدر اکا مرا. تو چیکار میکنی؟